سلام، خوش اومدید به یه آموزش گرامر دیگه از زبان آلمانی در کانال خودتون، کانال دویچ فارسی هاب. توی این آموزش در رابطه با حروف اضافی دو طرفه یا وکسل پرپوزیسیون براتون توضیح میدم. حروف اضافه‌ای که با توجه به شرایطی که قرار میگیرن میتونن اسم بعد از خودشون رو آکوزاتیو یا داتیو کنن. توی این درس چه چیزایی رو ما یاد میگیریم؟ در ابتدا تعریف حروف اضافه دو طرفه و تفاوتشون توی آکوزاتیو و داتیو رو توضیح میدم. پرسش های کلیدی که برای تشخیص اون جمله که آکوزاتیو باید باشه یا داتیو باشه رو براتون توضیح میدم که در اصل وهین و و هست. فهرست حروف رو بررسی میکنیم. افعال دوتایی مفید رو میشناسیم و معنی‌هاش رو میفهمیم و اینکه چطور به کار میره و چرا مفید هستن. ادغام این حروف اضافه با آرتیکل اسامی رو یاد میگیریم. الگوی ساخت جمله ها بر اساس داتیو بودن یا آکوزاتیو بودن زمانی که حروف اضافه دو طرفه داریم رو یاد میگیریم و یک سری نمونه جملات کلیدی رو بررسی میکنیم. دوستان، قبل از اینکه درس رو شروع کنیم لطفاً اگر کانال رو سابسکرایب نکردید کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوها و آموزش‌های بعدی رو از دست ندید. تعریف و اصل مهم: حروف اضافه دو طرفه حروف اضافه هستند که با توجه به موقعیتی که قرار میگیرن اسم بعد از خودشون رو میتونن آکوزاتیو کنن یا داتیو کنن. حالا معیار این آکوزاتیو کردن یا داتیو کردن اسم بعد از حرف اضافه به این بستگی داره که فعل جمله ما حرکتی هست یا ثابت هست. به عبارت دیگه، آیا جمله ما در پاسخ به کلمه پرسشی وهین هست، یعنی به کجا، یا پاسخ سوال و هست به معنی کجا؟ اگر جمله ما پاسخ سوال وهین بود کلمه بعد از حرف اضافه آکوزاتیو میشه و اگر در از اسم بعد از حرف اضافه، چون بعد از اون حرف اضافه همیشه کلمه بعدی که میاد اسم هست، آکوزاتیو میشه. اگر پاسخ سوال و جمله ما میشد اون موقع حرف اضافه ما داتیو ساز هست. دو تا مثال رو بررسی میکنیم تا موضوع روشن‌تر بشه واسهتون. میگه ich lege das Buch auf den Tisch. من کتاب را بر روی میز میگذارم. در حال حاضر کتاب روی میز قرار نداره، یک عمل حرکتیه. من اون کتاب رو دارم روی میز میذارم. اگر این سوال رو بپرسیم که کتاب رو کجا میذاری یا کتاب رو در کجا میگذاری، در اصل این جمله پاسخشه. در اصل جمله ما پاسخ وهین هست. پس تیش یا میز که آرتیکل اصلی خودش در بوده بعد از حرف اضافه آف و آکوزاتیو تبدیل شده و تبدیل به دنتیش شده. جمله دوممون Das Buch liegt auf dem Tisch. کتاب روی میز است یا کتاب روی میز قرار دارد. این در اصل این جمله پاسخ سوال این هست که کتاب کجا است. داره و رو پاسخ میده. همونطور که میبینید تیش کلمه بعد از حرف اضافه آف به داتیو تبدیل شده و آرتیکلش تبدیل به دم شده. دوستان، در صورتی که داتیو و آکوزاتیو رو خوب یاد نگرفتید یا به دنبال یه ویدیویی هستید برای یادگیری داتیو و آکوزاتیو، من این دو مبحث رو توی کانال آموزش دادم و لینک رو بالا سمت راست میتونید ببینید. توی دیسکریپشن این ویدیو هم براتون قرار دادم تا بتونید اون ویدیوها رو هم بعد از این ویدیو بررسی بکنید تا یک جمع‌بندی و دانش خیلی خوب از آکوزاتیو و داتیو داشته باشید.
برسیم به فهرست حروف و یه راهنمایی کوتاه در رابطه با این حروف اضافه دو طرفه. این حروف اضافه‌ای که اینجا می‌بینید حروف اضافه‌ای هست که اسم بعد از خودشون رو میتونن آکوزاتیو یا داتیو کنن. آن به معنای کناره، کناری که چسبیده به اون جسم یا اون شی هست، نه کنار با فاصله. لبه یه چیزی یا بر روی سطح عمودی چیزی. به عنوان مثال وقتی که شما قاب رو به دیوار میچسبونید از آن استفاده میکنید. آف به معنی روی هست ولی روی سطح افقی. این داخل به داخل، ممکنه یه چیزی داخل یه ظرفی مثلا باشه یا داخل یه باکسی باشه، یا اینکه یه فرد یا یه چیزی وارد یه جایی بشه، داخل یه جایی بشه. از این استفاده میشه. اون تا زیره، به زیره، او با بالا، روی هوا، روی چیزی، از روی چیزی، مثلا از روی یه چیزی پرواز کردن یا رد شدن. فور جلوی، در مقابل، در برابر، هین تا پشت، نبن کناره. دوستان نبن به معنی کناره هست، آن هم به معنی کناره هست، ولی آن کناره با تماس هست ولی نبن کناره بدون تماس هست. و آخرین حرف اضافه سویشن و بینه، وقتی که اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم، اون اسمی که داریم در موردش صحبت میکنیم بین دو چیز دیگه هست. بریم به افعال دوتایی مفید رو یاد بگیریم. چرا این افعال بهشون گفته میشه افعال دوتایی و چرا برای ما مفید هستن، برای این مبحث مفید هستن؟ دوستان یه سری افعال هست، در از 4 تا فعل هست که این افعال در زبان آلمانی به جز حالا هنگن به صورت متفاوت نوشته میشه، ولی در فارسی میشه گفت یک معنی داره. و با توجه به این افعالی که توی جمله ما به کار میره، ما میتونیم تشخیص بدیم که جمله ما باید آکوزاتیو بشه، یعنی در اصل اون کلمه‌ای که بعد از حرف اضافه ما میاد آیا باید آکوزاتیو بشه یا داتیو بشه. فعل لگن به معنی گذاشتن به حالت خوابیده هست. گذاشتن رو در زبان آلمانی ما 2 تا فعل واسش داریم و مهم این هست، یعنی حتی به ظاهر گذاشتن اون شی یا اون جسم هم اهمیت میدن توی زبان آلمانی. اگر شما یک گوشی یا یک دفتر یا یک کتاب رو به صورت خوابانده روی سطحی قرار بدید، مثلا روی میز قرار بدید، از لگن یا لیگن استفاده میکنیم، حالا بستگی به این که در حال گذاشتنش باشید یا اونجا قرار داده باشید. اگر چیزی رو به صورت عمودی قرار بدید، مثلا بطری آبی رو دارید که به صورت عمودی روی میز قرار میدید، اینجا از فعل اشتلن استفاده میکنیم یا اشتهن. افعالی که سمت چپ میبینید افعال آکوزاتیو ساز هستن در اصل، چون حرکتی هستن. ما یه چیزی رو به صورت خوابیده روی میز میذاریم لگن، یه چیزی رو به صورت عمودی یه جایی میذاریم مثلا روی میز شتلن. ستزن برای نشستن استفاده میشه یا نشاندن یا خود را نشاندن یا شخصی یا چیزی رو نشوندن. و هنگن به معنی آویزان کردن. سمت راست افعالی هست که در اصل داتیو ساز هستند، یعنی کلمه بعد از اون حرف اضافه ما رو داتیو میکنن که شامل لیگن به معنی قرار داشتن به حالت خوابیده، اشتهن به معنی ایستاده بودن در جایی، سیتزن به معنی نشسته بودن در حالت نشستن بودن و هنگن به معنی آویزان بودن. همونطور که می‌بینید هنگن هم به معنی آویزان کردن هست و هم به معنی آویزان بودن. مبحث دیگه‌ای که توی گفتار و توی نوشتار
متن ما رو و کلام ما رو طبیعی تر میکنه ادغام یک سری حروف اضافه با آرتیکل بعد از خودشون هست. 4 مورد ادغام داریم ما که من اینجا برای شما آوردم دوستان. اگر حرف اضافه ما این باشه و آرتیکل بعدش دس باشه، هم میتونیم بگیم این دس، هم میتونیم بگیم اینس. حرف اضافه همون آن و دس باشه، میتونیم بگیم آن دس، میتونیم بگیم آنس. این و دم هم میتونیم بگیم این دم، هم میتونیم بگیم ایم. آن دم هم میتونیم بگیم آن دم به صورت جداگونه و هم میتونیم بگیم آم، که طبیعتاً حالت ادغام شدن تلفظ و نوشتار رو به صورت طبیعی تر نشون میده. بریم سراغ الگوی ساخت جمله بر اساس داتیو یا آکوزاتیو بودن. وقتی که این حروف اضافه رو ما توی جمله داریم، به صورت استاندارد جملات ما برای حالت آکوزاتیو فاعل، بعد فعل حرکتی، بعد از اون مفعول جمله ما میاد، حرف اضافه و آرتیکل اسم به علاوه اسم. اگر جمله ما داتیو باشه، فاعل ما ابتدای جمله میاد، بعد فعل حالت میاد، مفعول ما بعد از اون میاد، حرف اضافه‌ای که لیست حروف اضافه رو یاد گرفتیم، آرتیکل داتیو اون اسم و بعدش هم اسم قرار میگیره. یه مثال از حالت آکوزاتیو: Ich stehe die Tasse auf den Tisch. فاعل ما ایش، فعل حرکتی ما اشتله، مفعول ما اون چیزی که عمل داره روش انجام میشه دی تاسه، حرف اضافه آف، آرتیکل آکوزاتیو که در تبدیل به دن میشه و اسم ما که تیش هست. و برای حالت داتیو دی تاسه اشتهت آف دم تیش، که همونطور که میبینید استراکچر و ساختار به همون صورت هست، فقط فعل ما فعل حالت هست، فعل حرکتی نیست، اشتهت. و علاوه بر اون آرتیکل اسم ما بعد از حرف اضافه دم شده که داتیو بودن رو داره نشون میده. آرتیکل ها رو خیلی سریع اگه بخوایم بررسی بکنیم، توی آکوزاتیو تنها آرتیکلی که تغییر میکنه آرتیکل در هست که تبدیل به دن میشه. پس لیست آرتیکل هامون میشه دن برای مذکر، دی مؤنث، دس خنثی و دی برای جمع. و آرتیکل ها در حالت داتیو در و دس تبدیل به دم میشه، دی مؤنث تبدیل به در میشه و دی جمع تبدیل به دن میشه و انتهای اسم ما یک ان اضافه میشه. اون به علاوه انی که من اونجا گذاشتم به خاطر انی هست که به انتهای اسم ما که داتیو شده اضافه میشه، که طبیعتاً دم مذکر، در مؤنث، دم خنثی و دن جمع به علاوه یک ان انتهای اسم جمع ما. یه چند تا نمونه جمله کلیدی رو بررسی میکنیم توی این مثال. این ایشگه اینس زیما یا ایشگه این دس زیما. زیما آرتیکلش دس هست و چون اینجا آکوزاتیو شده آرتیکل دس ما تغییری نمیکنه و توی آکوزاتیو هم به صورت دس میاد. ایش بین ایم زیما، اینجا فرد درون اتاق هست، در حال حاضر و کجا قرار داره؟ درون اتاق هست، پس داتیو میشه. ایش هنگ das Bild an die Wand، من عکس رو روی دیوار آویزان میکنم. آویزان کردن اینجا یک فعل حرکتی هست، من در حال آویزان کردن اون عکس هستم. پس اسم ما
آکوزاتیو میشه و اینجا تبدیل به دیواند میشه. Das Bild hängt an der Wand. Der Wand داتیو هست چون عکس در حال حاضر روی دیوار قرار داره. Ich lege das Buch auf den Tisch. من در حال گذاشتن اون کتاب بر روی میز هستم. پس میز که آرتیکلش در هست تبدیل به دن میشه تو حالت آکوزاتیو. Das Buch liegt auf dem Tisch. کتاب بر روی میز قرار دارد که میز ما اینجا داتیو شده. Die Katze läuft unter den Tisch. گربه داره میدوه به زیر میز. چون در حال انجام اون حرکت هست در تیش تبدیل به دن تیش میشه، آکوزاتیو. Die Katze schläft unter dem Tisch. گربه زیر میز خواب هست. چون در حال حاضر زیر میز خواب هست و پاسخ و هست، کلمه بعد از اون تا به داتیو تبدیل میشه و آرتیکلش میشه دم تیش. دوستان اگر ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید لطفاً لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. 2 گروه سوال بدون پاسخ براتون طراحی کردم. 12 تا جمله اینجا دارید عزیزان که باید با توجه به اینکه جمله شما بعد از حرف اضافه تبدیل به آکوزاتیو میشه یا تبدیل به داتیو میشه آرتیکل رو مشخص کنید و همچنین با توجه به فعل و با توجه به جملتون باید تشخیص بدید که از کدوم حرف اضافه از این حروف اضافه‌ای که یاد گرفتیم استفاده کنید. تمرین دوم باید تشخیص بدید که این جمله‌ای که اینجا نوشته شده در پاسخ سوال و یا در پاسخ سوال وهین هست که این بهتون کمک میکنه که بتونید متوجه بشید که این کلمه شما آیا آکوزاتیو میشه یا در اصل حرف اضافه شما آکوزاتیو ساز هست اینجا یا داتیو ساز هست. لطفاً پاسخ این دوتا مورد رو برای من توی کامنت بنویسید. من بررسی میکنم و اگر پاسخ ها مشکلی داشت حتما تصحیح میکنم اونجا براتون توی کامنت ها. ممنون از اینکه تا الان وقت گذاشتید و ویدیو رو دیدید. لطفاً اگر ویدیو مفید بود لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید تا هم از ما حمایت کرده باشید و هم ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوی دیگه و آموزشی دیگه، خدا نگهدار.